قدر ما رو بدونید. ما نسل رو به انقراضیم. شما رو نمیدونم متولد چه سالی هستید، اما ما بچهای دهه 30، 40 و 50 خیلی چیزامون شبیه هم بوده. ما نسلی متفاوتیم، نسلی که دیگه تکرار نمیشه. ما هم بوی خزینه و آبنبار حمومای عمومی یادمونه و هم جکوزی و ماساژ با آب گرم. ما همونایی هستیم که با جیان دایجون میرفتیم 13 بدر و چند سال بعد توی خیابونهای شهر هاج و واج و دهنی باز ماشینای بوگاتی و مازاراتی رو شمردیم. ما هموناییم که از بازی هفت سنگ و کوبیدن کف دست روی عکس آدم خرسی گذشتیم و به بازی انگری برد رسیدیم. ما نسلی هستیم که از جاهلای فیلم‌های مسعود کیمیایی تا تیپ‌هایی مثل گلزار رو تو سینما دیدیم و از نعره لوتی‌های توی فیلم فارسی تا صدای اشوای پسرای دخترنما تو این سالهای سینما ایران دیدیم و شنیدیم. با این حال ما نسل عجیبی هستیم که دیرو با سکه دوزاری ارتباط تلفنی برقرار می‌کردیم و امروز با موبایل پول جابجا می‌کنیم. ما واقعا استثنائیم. نسل قبل ما این شکلی نبود و نسل بعد ما هم قطعا اینطوری نمیشه. ما ساعتی که با اثر گاز دندون رو مچ دستمون و کشیدن عقربه‌هاش با خودکار بیکو تا آیواش و ساعت سامسونگ رو تجربه کردیم. ما راهی طولانی رو یه شبه رفتیم. نسل قبل ما رفتن و این همه اتفاقات عجیب و غریب دنیای مدرن رو ندیدن و نسل بعد ما میان و در حالی که تو کلاساشون کامپیوتر و هیچ حسی نسبت به بوی دفترهای کاهی و نو تو اول مهر ندارن. ما واقعا نسل خوبی بودیم. قدر ما رو بدونی که تو این دنیا چنین نسلی که هم جواد یحصالی رو درک کرده باشه و هم جاستین بیبر رو دیگه پیدا نمیشه. ما تابستونامون رو به میوه چینی از باغای مردم و توت خوردن تو کوچه ها گذشت و یهو تو چند تابستون بعد چشممون به جمال تورهای تایلند و آنتالیا باز شد. ما آخرین نسل بازی‌های کوچه‌ایم. ما اولین نسلی هستیم که موسیقی رو از رادیو ضبط کردیم. فیلم رو با ویدیو دیدیم و با دستای آتاری ساعت‌ها پای بازیاش نشستیم و کلی حال کردیم. ما آخرین نسلیم که بدون موبایل و لپتاپ و فیسبوک و وایبر و واتساپ و تلگرام زندگی کردیم، اما واقعا زندگی کردیم. چای رو با نگاهمون از کتری تا فنجون دنبال کردیم. یادش بخیر. ما آخرین نسل رسایی پای کرسیم. آخرین گروه شبنشینایی پر از شادی، نشست‌هایی بدون وایفای و اینترنت، دور همیایی که با یه دنیا خاطره و تجربه و یه عالم دانش جدید تموم میشد. آخرین نسل شبنشینایی گفتن از جن و غول و پری، پیاده رفتن‌های مدرسه، کیوسک تلفن عمومی سکه‌ای، پشت وانت نشستن تا شهر رو مخفی کردن ویدیو داخل گونی و دوربین عکاسی با فیلم 36 تایی. ما تنها نسلیم که مثل پاییز بین تابستون و زمستون دو فصل کاملا متفاوت رو تجربه کردیم. فصلی با عشق، فصلی بدون تکنولوژی. ما متولدین دهه 30، 40 و 50 هستیم. نسلی که دیگه مشابهش رو نمیشه پیدا کرد. نسلی پر از خاطرات ساده اما ناب. آهای دنیا، قدر ما رو بدون. به خدا ما نسل خوبی بودیم.